آیا با واقعیت نغمه هنرمند مشهوری افغان وفات کرده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی جنجالی نغمه در کشور امریکا. نغمه چرا دیگر به کارهای هنر موسیقیش نپرداخت؟ گفتنیهای تازه شفیق مرید دامادش و دلیل نشر تصاویر وفات نغمه در صفحات مجازی چی بوده است؟ آیا نغمه از همسر دومش جدا شده است و یا هم خیر؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت و از در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار تک تک شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه هنرمند جوان، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان رسانه‌های افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. نغمه از سن نوجوانی شروع به کارهای هنر موسیقی کرد و توانست در مدت خیلی کوتاه شهرت و محبوبیت بسزایی کسب کند. نغمه هنرمند بی‌بدیل افغان در امریکا زندگی می کند. وی همسر اولش منگل بوده است، اما بعد از اختلافات خانوادگی از همسر اولش جدا شد و بار دیگر در کشور امریکا ازدواج کرد. ازدواج دوم نغمه موج انتقادات را به همراه داشت، ولی با همسر دومش زندگی خوش و آرامی داشت. این همه در حالی است که نغمه به کارهای هنر موسیقیش مانند قبل می پرداخت، کنسرت‌هایی برگزار می کرد. دوستداران و علاقمندان نغمه کارهای هنری وی را میپسند. نغمه هنرمند محبوب افغان اکنون تصاویر در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی در کشور امریکا وفات کرده است. تاکنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست که این خبر تا چه دقت داشته است، ولی نغمه از همسر دومش جدا شده است و کاملا راه هنر موسیقیش را جدا به پیش میبرد. ولی هر انسان خودش میداند و زندگی شخصیش. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای نغمه با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت العزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقمندان و دوستان نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. تا درود دیگر، بدرود.